بیشتر ما وقتی اسم آدم سمی میاد وسط، ناخودآگاه تصویر یه آدم خشن میاد توی ذهنمون. کسی که داد میزنه، تحقیر میکنه یا مستقیم آسیب میزنه. کسی که از همون اول میفهمی بودن کنارش حالتو بد میکنه. ولی واقعیت اینه که خیلی وقتا خطرناکترین آدم‌ها دقیقاً همونایین که هیچ کدوم از این کارها رو نمی‌کنن. نه دعوا را میندازن، نه صداشون رو بالا میبرن، نه حتی ممکنه یک بار بهت بی احترامی مستقیم بکنن. اتفاقاً برعکس، معمولاً آرومن، منطقی حرف میزنن، جوری رفتار میکنن که اگر بخوای ازشون ایراد بگیری خودت خجالت بکشی. اینجور آدما سمی نیستن چون بدجنسن، سمیان چون خیلی خوب بلدن چطور بی خطر به نظر برسن. خطرشون دیده نمیشه، شنیده نمیشه، ولی آروم آروم اثر میذاره. مثل گاز بیبو، نه رنگ داره نه صدا، ولی اگر توش بمونی قبل از اینکه بفهمی چی شده حالت بد میشه. آدم سمی باهوش معمولا نمیاد بگه من میخوام تو رو کنترل کنم یا میخوام حست رو خراب کنم. اون فقط کاری میکنه که بعد از هر مکالمه، بعد از هر تعامل یه ذره از اعتماد به نفست کم بشه، بدون که بدونی دقیقاً چرا. اولش خیلی نامحسوسه، شاید حتی فکر کنی داری رشد میکنی، داری منطقی تر میشی، داری روی خودت کار میکنی. ولی یه جایی وقتی تنها میشی میبینی بیشتر از قبل داری خودتو قضاوت میکنی. بیشتر از قبل داری توی ذهنت مرور میکنی که نکنه من اشتباه کردم، نکنه زیادی حساس شدم، نکنه مشکل از منه. و نکته ترسناک اینجاست، تو هنوز هیچ دلیل محکمی نداری که بگی این آدم بهت آسیب زده. همه چیز منطقی به نظر میاد، همه چیز قابل توجیه، همه چیز جوری اتفاق افتاده که اگر بخوای توضیحش بدی خودت هم وسط حرفات گیر میکنی. این دقیقاً همونجاست که باید مکث کرد، چون سمی بودن باهوش نه با زخمای واضح بلکه با ابهام کار میکنه. با این حس که یه چیزی سر جاش نیست ولی نمیدونم دقیقاً چیه. و این ویدیو دقیقاً درباره همون چیز نامرئیه، نه برای اینکه کسی رو قضاوت کنیم، نه برای اینکه انگ بزنیم، فقط برای اینکه واضح‌تر ببینیم. خب دوست من، تا به حال کنار کسی بودی که نتونی بگی بهت آسیب زده، اما بعد از هر بار صحبت باهاش حس میکنی که یه چیزی درون جابجا شده؟ آسیب‌هایی که دیده نمیشن ولی اثر میذارن. اگر بخوای آدم سمی باهوش رو بشناسی، نباید دنبال کارهای عجیب یا واکنش‌های تند بگردی. نشونه‌هاش معمولاً خیلی معمولی هن. اونقدر معمولی که خیلی وقتا حتی بهشون شک هم نمی‌کنیم. نشونه اول، کاری میکنه به خودت شک کنی نه به رفتار اون. آدم سمی باهوش هیچ وقت مستقیم نمیگه تو اشتباهی، اون فقط فضا رو جوری میچینه که خودت به این نتیجه برسی. مثلا وقتی از یه رفتارش ناراحت میشی، به جای اینکه بگه حق با توه یا حتی دفاع کنه، خیلی آروم میگه فکر نمی‌کنی داری زیادی بزرگش میکنی؟ یا من همچین منظوری نداشتم ولی خب برداشت تو دیگه. اینجا اتفاق مهمی میفته. بحث از رفتار اون میره روی احساس تو. کم کم یاد میگیری قبل از اینکه بپرسی اون درست رفتار کرد یا نه، اول از خودت بپرسی نکنه من زیادی حساس شدم. و این دقیقاً همون جایی که تعادل به هم میخوره ولی بی سر و صدا. نشونه دوم، مرزها رو رد میکنه ولی طوری که نتونی اعتراض کنی. آدم سمی باهوش مرزها رو با لگد رد نمیکنه، آروم از روشون عبور میکنه، اونقدر نرم که اگر بخوای جلوش وایسی خودت بد به نظر بیای. یه شوخی نابجا، یه دخالت کوچیک، یه سوال شخصی که از روی دلسوزی پرسیده شده و اگر بگی ناراحت شدم، جواب معمولا اینه بابا شوخی کردم یا چقدر سخت میگیری. اینجا باز هم توپ میفته توی زمین تو، نه چون کارت اشتباهه بلکه چون اون بلد بوده چطور مرز رو طوری بشکنه که اعتراض کردن سخت بشه. کم کم به جای اینکه حد و مرزت رو محکم تر کنی ساکت تر میشی. نشونه سوم، احساس گناه رو خیلی نامحسوس منتقل میکنه. این دیگه شاید از همه خطرناکتر باشه. آدم سمی باهوش تو رو متهم نمیکنه، تو رو مقصر جلوه نمیده. اون فقط کاری میکنه که وقتی ناراحتی احساس کنی حق نداری ناراحت باشی. مثلا میگه
من که همه تلاشم رو کردم، یا با این همه مشکلی که دارم انتظار نداشتم اینو بگی. و یهو میبینی به جای اینکه درباره حس خودت حرف بزنی، داری از ناراحت بودنت عذرخواهی میکنی. نه چون اشتباه کردی، بلکه چون اون خیلی خوب بلده احساس گناه رو بی سر و صدا منتقل کنه. وجه مشترک هر سه نشونه چیه؟ هیچ کدوم داد و بیداد نیست. هیچ کدوم واضح نیست. همه چیز قابل توضیحه. اما اثرش واضحه. تو کم کم کوچکتر میشی، مرددتر میشی و بیشتر از قبل به خودت شک میکنی. و این همون آسیبیه که دیده نمیشه ولی عمیق میمونه. چند بار شده بعد از یه رابطه یا مکالمه به جای اینکه از رفتار طرف مقابل ناراحت باشی، تمام مدت درگیر این باشی که نکنه خودت اشتباه کردی؟ میخوام بهت بگم چرا این آدما تأثیرگذارترن؟ چون بلدن چطور شبیه آدم منطقی رفتار کنن. نه احساساتی میشن، نه واکنش تند نشون میدن. اونا معمولاً حرفایی میزنن که روی کاغذ درست به نظر میاد، اما مسئله حرفاشون نیست، اثر تدریجیشونه. به جای اینکه تو رو کنترل کنن، باعث میشه خودت رو کنترل کنی. به جای اینکه بگن چی کار کن، کاری میکنن جوری فکر کنه که دلخواه اوناست. و چون همه چیز آروم و منطقی جلو میره، ذهن ما دیر متوجه خطر میشه. تأثیر این آدما از زور نیست، از هوش و شناخت روان آدماست. همین باعث میشه آسیبشون دیر دیده بشه ولی عمیق‌تر بمونه. دوست من، اگه تا اینجای ویدیو باهات ارتباط گرفت یا حداقل باعث شد یه لحظه مکث کنی یا فکر کنی، لایک کردنت کمک میکنه این حرفا به آدمای بیشتری برسه. هدف از شناخت آدمای سمی و باهوش برچسب زدن یا متهم کردن کسی نیست. بیشتر از هر چیز این شناخت برای واضح تر دیدنه. خیلی وقتا مشکل اصلی وجود این آدما نیست، اینکه ما متوجه اثرشون نمیشیم. وقتی آگاه میشی دیگه لازم نیست بجنگی، لازم نیست توضیح بدی، فقط مرزها شفافتر میشن. و مهمتر از همه، مسئولیت برمیگرده به خودت، اینکه بدونی کجا باید مکث کنی، کجا باید فاصله بگیری و کجا دیگه به خودت شک نکنی. سمی باهوش با تاریکی کار میکنه. آگاهی همون نوریه که اثرش رو کم میکنه. دوست من، اگر این ویدیو برات مفید بود و حس میکنی این حرفا بهت کمک میکنه واضح تر ببینی، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو فعال کن تا ویدیوهای بعدی بیدار شو رو از دست ندی.